بلند شدن صداهای مردم غیور ترکمنهای افغانستان از خیمه تحسن حرکت مدنی درب مقام ولایت بلخ تا در ارگ ریاست جمهوری. خانواده و برخی از خیمه دادخواهی برای آزاد شدن عبدالرؤف جان 9 ساله با پیام امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به بلخ برگشتند. میگویند آنان در سفری که به کابل داشتند در دیدار با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از پیگیری پرونده اختطاف عبدالرؤف جان 9 ساله از سوی شخص آقای صالح اطمینان حاصل کردند. 2 نفر خانم ها 3 نفر هیئت رفتیم با معاون صاحب اول ریاست جمهوری جناب امرالله صالح یا ما را به حضور پذیرفتند. از او قلبا اظهار سپاس وعده دادن بالذات همین دوسیه ما به دست خود میگیریم، تحقیقاتم شخصا خودم پیش میبریم. گفتن خود شخص معاون صاحب رئیس جمهور این وعده را دادن به نام نفرای غیر مسئول ما هیچ کس نمیمانیم. گفت کلگیش مجرم باشه دستگیر میکنیم. گفتن وعده دادن. خیمه تحسن ما اینجا برپا هست. ما تا وقتی را نگاه میکنیم که انشالله ایگا پای معاون صاحب اول پیروزی ما مردم نصیب پیروزی همه افغانستان بگرده که تا طفل معصوم پیدا شود. زحل مادر عبدالرؤف میگوید آقای امرالله صالح در دیدار به آنان گفته و وعده سپردند که در نزدیکترین فرصت از چنگ اختطافگران رها نموده و با آغوش فامیلش برگرداند. ما به مرکز رفتیم از آقای امرالله صالح، ما بسیار خوش شدیم، بسیار وعده های خوب بر ما داد، بسیار امیدواری های زیاد بر ما داد که ما به می تیزترین به می و زودترین وقت ما عبدالرؤف جان پیدا میکنیم و به شما تسلیم میتیم. معاون صاحب اول وعده ها سپردن که تا 15 روز عبدالرؤف جان نجات میتیم. ما تا 15 روز دیگه هم هیچ حرکت نمی کنیم. تا 15 روز دیگه هم ما منتظر معاون صاحب اول هستیم. اگر تا 15 روز عبدالرؤف جان به ما تسلیم نشود، تمام تا از گواره بودن تا گفتم خود تا 800 ساله 80 ساله باشه، ما تمام شهر بازار و تمام عبورهای راه ها تمام کمربندترا را شخصا خودم بسته میکنم. این معترضان میگویند قرار بود شرکت کنندگان این خیمه تحسن با برپای اعتراضات گسترده راه‌های عبور مرور بزرگ کشور را برای ترافیک مسدود کنند، اما به دلیل اطمینان امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به رسیدگی پرونده از سوی خودش در دیدار با خانواده عبدالرؤف آنان گسترش اعتراضاتشان را متوقف نمودند.